امروز تحت ریاست رئیس شورای امنیت جمهوری تاجیکستان اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جلسه شورای امنیت جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. در جلسه شورای امنیت پرزیدنت مملکت وضع تامین امنیت و ثبات، ولایت قانون، ترتیبات حقوقی و مبارزه بر ضد جنایتکاری را در کشور از جمله در ولایت ختلان همه‌طرفه بررسی نمودند. در این زمینه با طلبات جوابگو نمودن سطح اجرای قانونگذاری زمین، پیشگیری و مبارزه بر ضد جنایت‌های تروریستی و اکستریمیستی، معاملات غیرقانونی مواد نشدار و قاچاق آن، جنایت‌های متشکل فروملی، جنایت‌های کورپسیونی و اقتصادی خصوصیت کورپسیونی داشته و دیگر جنایت‌های برای جامعه خوفناک ذکر گردید. پرزیدنت مملکت از کمبودی‌های جدی در فعالیت مقامات حفظ حقوق، نظارتی و ساختارهای نظامی مثال‌های مشخص آوردند. قید گردید که رهبران مقامات مذکور ولایتی، منطقوی و یکچند شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان در اجرای وظیفه خدمتی به بی‌مسئولیتی راه دادند. سطح پست کسبی، ناعهده‌برایی نسبت به اجرای وظیفه‌های خدمتی، راه دادن به حالت‌های کورپسیونی، زیاد شدن جنایت‌های دارای خصوصیت‌های اکستریمیستی و اکستریمیستی، قاچاق مواد مخدر، دست زدن به کارمندان مقامات حفظ حقوق، نظارتی و ساختارهای نظامی به قاچاق مواد نشاور و مال و محصولات، به کار قبول کردن شخصان تصادفی و غیر کسبی در صف‌های مقامات، انتخاب و جابجاگذاری نادرست کادرها از جانب رهبران مقامات از مسئله‌های مهمی بودند که در جلسه شورای امنیت مورد محاکمه جدی قرار گرفتند. در رابطه با حالت‌های زیاد قانون ویرانکنی و رعایت نگردیدن طلبات قانون و آیین‌نامه‌های حربی، پرزیدنت مملکت بر رهبران مقامات حفظ حقوق سپارش دادند. سردار ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان و معاونان او، سردار شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر کولاب، سردار شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر باختر و ناحیه کشانیان، سردار ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت ختلان در منطقه کولاب، سرداران بعضی ریاست‌های دستگاه مرکزی وزارت کارهای داخلی از وظیفه آزاد کرده شوند. پروکورور ولایت ختلان و معاونان او، سرداران بعضی از رئاسات پروکراتور گنرالی و پروکوروران یکچند شهر و ناحیه‌ها از وظیفه‌شان آزاد کرده شوند. سردار گروه فوری ریاست کمیته دولتی امنیت ملی در ولایت ختلان، سردار گروه فوری ناحیه‌های منطقه کولاب و سرداران یکچند ریاست‌های دستگاه مرکزی کمیته دولتی امنیت ملی از وظیفه آزاد کرده شوند. سردار ریاست اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کورپسیون در ولایت ختلان و معاونان او، سردار شعبه اگنتی نظارت دولتی مالیوی در شهر و ناحیه‌های منطقه کولاب و سردار ریاست نظارت سوبیکت‌های خواجگیداری لایحه‌های سرمایه‌گذاری اگنتی با سپارش پرزیدنت مملکت از مقامات آزاد کرده شوند. سرداران یکچند ریاست‌های اگنتی نظارت مواد نشاور نیز از وظیفه آزاد کرده شوند. اینچنین به وزیر مدافع و فرمانده قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی سپارش داده شد که نسبت به کارمندان قسم‌های نظامی که با کمبودی و قانون ویرانکنی در راه دادن از وظیفه آزاد کرده جهت برطرف نمودن همه گونه حرکت‌های غیر آیین‌ناموی چاره‌های قطعی اندیشیده از نتیجهش به طور خطی در مدت 10 روز حسابات دهند. پرزیدنت مملکت با مسئله اتستاسیای سنجش خدمتی کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی توجه ظاهر نموده سپارش دادند که واحدهای کاری مقامات مذکور 30% اختصار کرده شود. بر رهبران مقامات حفظ حقوق، نظارتی و ساختارهای نظامی سپارش داده شد که در مدت 10 روز مسئله جابجاگذاری درست کادرها را از حساب کارمندان بالایقت، کاردان، صاحب تجربه و مسئولیت شناس تامین نمایند. اوید به همه مسئله‌های در جلسه شورای امنیت محاکمه گردیده، قرارهای دخلدار قبول گردیدند. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره اختصار واحدهای کاری بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان با مقصد تأمین ثمرناک فعالیت بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم. واحدهای کاری بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان 30% اختصار کرده شود. حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان سندهای خود را به فرمان مذکور مطابق نمایند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان شهر دوشنبه 19 ینوری سال 2024